کی هستی؟ اوه شوکت اوه شوکت برادر بمون خوب روم فقط تو خلال میرسونی شوکت کلاس شوکت کلاس فعلا سایسار مونا شوکت بخی ملا تو رو خدا غم نتی من یکم خوب روم یک دست شوکت بخیز خیسم این خیسم خیسم آی کلاس ای بچه کمیسر مراد دیوونه شدی تو تو زیر مراد نمیگفتی خواهی چی میگفتم؟ خواب بودم برادر خواب خواب بود است تا اگه جای پیدا شدی ای کجا؟ نمیدونم با یاد ندارم شب همه آمدم گفتم برادرم کلتن کلاس روی خبر گیرم هیچ گناه دیگر نکردم الله هم کلتن کلاس میگوید یکم کس فهمه دست من میمری تو خدا نگه دارد تو مرا ندیدی؟ من در جای هیچ کار ندیدم دختر باز شده میگه دختر در جای خوش میگذارونی ها برادر من تماما کار رفتارهای تو میکنی نمیکرد نفهمیدم چه خالی دختر زینب عروست نیست؟ زینب بله میخندانیده تو برادر یکم دختری نیفتی که اون میمون صورت رو میگویی تو برادر یکون دختری نفتی که من امسی رو میگوی دوستش میداری من با جز زهرا کسی رو دوست نمیدارم میرو بیدم برادر من همه این گپ ها رو حاضر من در اینجا یک لحظه خواب میروم بعد همه کار رو حل میکنیم خوب میرفت از خزجات بخیر باشه تیجابی اینقدر خرسندی توی دارم مراد توی داری تو؟ ای تبریک میکنم رحمت خدا ترم نصیب گرداند همه روزی است همه تیار است یک پدرم را روزی کرده نمیتوانم هجری بای زیق نشو اگر خداوند رضا باشد همه رضا میشود انشاءالله مراد پدر و مادری سنا میگویند که اگر خانوادان تو اگر اویله ریزا نباشد ما دخترمان رو به تو تماما نمیدهیم چیکار کنم نمیدونم مراد در حقم دعا کن مراد کارم برا گیرد انشاءالله هجری زیق نشو همش میشود نظر خداوند در پستی است همه را میبیند میشنود رو از پسی کار شو هجری جان مراد یک گپ را پرسیدنی بودم دینه بگویی سنم با شما زنگ زده بود و شما گفتید که حجابی رو در راه دیدم و او اندوهگین بود خیلی هم و نمیدونم که شما برای من این خوبی ها رو برای چی میکنید بله زنگ زده بود سنم با من بسیار زنگ زد و من گفتم که هجری رو در راه دیدم و خیلی اندوهگین بود من این خوبی های شما رو چه خبر کنم یکم روز برمیگردم جنگ حاضر بیرم برای که این فهمیده باشه که من جنگاورم نه مراد میدونم تو هجری برادر و تو نمیدونی که من زیایم تو رو به دستی کسی نمیدیم برادرم از تو همیشه محافظت میکنم من برای تو هجری مراد آیا نمیدانم که برای چی مرا تو باید دیزی برادرم زیا میاندازی نمیدانم برای چی آه جنگاور خود را هم خیلی میکنی که ککبوته هیچ که نمیداند نیکی من برادرت همکار روزیدگی جایی یک کار تجلی برآمده است. خیر است اوه خدا شما نمیمانید که آدم یک نفسی راحت کشد حاضر نه از جنگاور خلاص شدیم من از کجا دانم کمیسر میگوید یک عملیات میگذرانی. چی عملیات چه خیلی عملیات من از کجا دانم کدام آدمان سیاه پوش مهره های قیمت بها میخواهم بخرند. آدمون سیاه پوش تمام میام حاضر پیش حرف میزنیم آدمانی سیاه پوش میگویی؟ برادر من تو رو یکم وقت تنها نمیگذارم من؟ به پایم حاضر تو چی کار میکنی؟ و کی از او آدمان سیاه پوش که برادری مرا غم میدهد من پای آنها رو میشکنم شوکت عملیات تیار شو میرویم
نمیشود گفتم نمیشود. او یک دختر بی‌ادب و بی‌فراست و بی‌تمکین از دستش یکم کار نمیآید. او پدرجان یکم دخترم میآید شو یکم کار نمیکم. ای فکر مگم نگردم از فکتمش کنم. مادرجان پدرم رو بفهمون خدا که من به او زندگی کرده نمیتونم. دوست میدارم رو. پسرم او رو از یادت برار. سیرم دیوانه خیلی هم دختری خوب و چقان است. ای مادر بس کن، من اون سیرم دیوانه رو نمیگیرم. جان خودم سنم رو میگیرم. من به او زندگی کرده نمیتونم. او رو دوست داشتن گناه است. اوه جابی حالم تو سنم میگویی. اگر تو رو قپم در تی پایم مونده کلت رو میشکنم. مادر جان پدر جان از برای خدا رضا شوید. ما هر دومون دوست میداریم. ما به او زندگی کردن نمیتونم. اگر او را نگیرم زن وابشه نمیگیرم. فهمیدین گفی مرا؟ احزن نگی میگم. زن به من نمیگیری. راست میگه پدرت. اگر بمرم او را کلل نمیکنم او در راه خودش راست رفته نمیتونه چه او را کلل میکنم. گناه است راضی شوید. توبه توبه. مرحمت چای. این برای تو. معلم اون مشتری بیانگ ملیس گل هدیه دارد. تو چی ها گفته استودایی؟ خواب دیدی؟ معلم یک بار بخفا بین چقدر گل توفه دارد برای او. چی ها گفته سیه اچکی؟ از دیگلات دقیقه فاد میزنم. ملیس ای دیگانت کیه؟ کمال با مشتری خوش رو گفتن. التماس میکنم. ملیس خانم این بیاداب کی است؟ بیاداب میگویی؟ بچه ها میخپیم شه از میزنه میکشه شمیرده همیجا شرمنده من میکنه. ملیس یک طرف بستو. من یکم طرف نمیستم. شما جان کردنی هستی در اینجا. بخواه یک نفهمده یک گل داده بخشش میطلبه فسیاه تمام میشود؟ ملیس خانم من یکم وقت بخشش نمیطلبم. ای از این نمیدونم که من کیم. از من خود نشان بتم. تا خودت کی بدهی کو؟ کاز رخواسته خط نشان بتیا ببینیم تا؟ رخواسته رو ندهی. ایو چیان؟ ایوه کنفویه همه مناز میکشه. ای همو جنگواره. ای هو همو جنگواره ایره به همه طرز اصولشو میدونه. برادر نکنی جنگ. چی شید؟ شاخ شدی کمال؟ دوشه یک کاغذته بگه پیشی من. تا حاضر رخواسته گفتم میگشتی. بازی زوری تبینم؟ ملیس خانم یه رخواسته گره نشانش بدم چه خلا؟ وقتا که میبینی؟ بچه یاری تجلی و مولیسه ها را زن بزنه بیان که دیجا آدم خری و آدم کشی میشوه. مالی مدر نمیمونیم بمبری نمیمونیم او میکشت را وابشه. ای امرو شبی ایو افتی ایو را بیخه ترسان چکا. سر دهید مرا. استاد نمیمونیم مدر برای نمیمونیم بمبری تو. سر دهید مرا میگویم نرسید گم شوید. ای وای حاضی چشمشم میکوه. ای وای حاضی سرشم میکنه. برادر التماس کمالم را نکش التماس میکنم. سری رو هم رو گرفته نمیتونی. من او رو انیق میکشم. کلاش رو میکنم. کو بیا زور بیا کویا که ببینیم زوریت را.
دیوانه شید. اکا خوبی؟ اکا جان ما را میشنوید؟ اکا جان سازید شما سلامتین خوب است؟ معلم این قدر مشکلت زدیش؟ این معلومه شوی را هم مرا خریدگی های. ملیس جان رفته یک چای بیار این مهمون را در اینجا مهمانداری کنیم آخر. با جان و دل شما بنشینید حاضر من رفتم میارم اهلش. ما چای را تو بخور. من در کجایم؟ شما کی هستید؟ بگویید من در کجایم؟ این دختر کی است؟ در دست است سکارودکا؟ آی سرم چرا اینقدر درد میکند؟ یا تو با این سکارودکت مرا زدی؟ کمال مرا ببخش. ببین من میلیز من. ملیزش کی است؟ معلم بچه ها معلم حافظش را از دست داده است. این رو بیمارخانه بردن در کار. در حال سر دهد مرا سر دهد میگویم سر دهد. دارویت سر دارم. گذارید بنشینید. ببین مراد با این دو شخص باید تو وا بخوری و ما در درون ماشین گوش میکنیم و گپ‌های شما رو محافظت میکنیم. آنها این چاله بیزنس رو باید به تو بفروشن با نرخ قیمت که این چاله دزدی است. این چاله بیزنس. مراد من از تو باورگی دارم که از این کار میبرایی و من این را باورگی نکردم که این نمیبراید و تو رو باورگی کردم از عهده این کار میبرایی و یگان کس مانع این کار نشود. خوب شده سردارم. جنگاور مانع نمیشده باشد. به هر حال احتیاط کردن در کار. فهمو است؟ بله فهمو است. تو دم فهمو است؟ بله سردارم. کو بده و ما هم ببینم بیزنسه. حجابی چی کار کرده باشد؟ به خانگیش گفته باشد؟ انشاءالله که خداوند حجابی را کمک میکند و خانگیش را به گپ آورده میآیند امروز خواستگاری. اوی مردک جان این خیلی گپ نزنید. انشاءالله که حجابی را خدا نصیب دختری من نمیگرداند. میبینیم انشاءالله. جانم حجابی؟ چیکو کردی حجابی؟ تیز بگو که خانگیتان راضی شدن این روز میان. تیز بگو. یک دمو نفسش برای پدر. حجابی آمده حاضر همه خودش میگه. نشین حجابی جون یکون چی بخور. بیا بشیم. بله بنشین. حجابی امروز خانگیتان میان نه؟ بله حجابی جان بگوی که امروز میان کو؟ چه خب شیشته ای؟ هجری یا که خانگیتان امروز هم راضی کرده نتوانستی؟ من گفتم این کار نمیشود. گپ زن آخر گفتی خانگیتانه. چه خب کرده ای تو؟ چیکار کنیم با دخترمونو برآورده دادیم این یک خانگیشون راضی کرده نمیتواند. نمیدونم چیکار کنم با پدر جان. شما میدونید که خانگی ما رضا نمیشوند. اگر شما خوشبختی دخترتون رو بخواین رضا شوین که ما توی کنیم با هم یک جا باشیم.
مؤذن دیگر هیچ چیز نمیخواست است. ما ریزور شویم دختری ما رو این برده تو روزن کند. حیاتی دخترم میسوزد بد. کدیر من در حیاتم راضی نمیشوم. این کار نباید شود. این نمیشود. آی کی از تو رازیگی خواسته است؟ من با جز حجابی کسی دیگر رو نمیگیرم، چون که من او را دوست میدارم. او مهربانی من هست. تو رو اینقدر کلان کردم برای شیرزاگی نمیدادم من. پدر جان، مادرم وقت به آخر بسیار یکروی میکنن. با او بفهمانید آخر ما یک جو شویم. من حجابی را دوست میدارم. پدر جان راضی شوید، التماس. دختر جان من راضیم، اما مادرت. تماما من راضی نمیشوم، برای که من نمیخواهم که این کار شود. وات خط میکشم. تمام و سلام. نمیشود. پدر جان خواهش میکنم مادرم را راضی کنید، اونقدر کاری دشواری نیست. حجابی برای چی خانوادتان را ریزه کردن نمیتوانی؟ خیز راضی کن، خیز. حجابی جان، خی جانی من، خی خانوادتان را راضی کن. پدر و مادرت را گوی که ما را یک جا کنند. خی التماس حجابی جان، من جانی تو را دوست میدارم. من بیتی نمیتوانم. خیز. مایلش پدر جان، من یک بار دیگه تکرار رفتم و پیش مادرم میگذارم، پدرم رو هم میگویم. رو همه را خوب فهمو، خوش رو برا. السلام علیکم. و علیکم السلام. مجید بی اوب کن، خوش شدم. سومان. خوش شدم. او سیاه پوشو همیا باشن. او یارا بین برافته خشم کستم پوشیده دا بشتای. آزی بیس ما کارو بارتا چپه میکنم. آزی ایره بیدی هم کلاس میمونه. اوه کلاس آزی من نگه چی کارت میکنم. آزی بیس آزی من رفته کارو بارتا همش جزیر میکنم. مرده ایجا موندگی کشنه و تشنه. شما یک دیرکتور بزرگ شرکت جواهریات هستید نجیب بی؟ بله اینان. ولی اگر بدانید شرکت ما از این زمردهای تازه و بیزنس‌های تازه بار میبرد و شما اگر خریده بتوانید مرحمت. رفقا جان، نجیب بی یک طرز سخن میگوید که نگاهم را برد. بله راست میگویی. نگاه مشتری را با این گونه سخنها میتوانی جلب کرد. رحمت که به من باورگی دارید. بیایید اکنون سری موضوع حرف میزنیم. من یک چمدان پول برای شما. مرحمت. فقط به تعجب میغلطانی مرا نجیب بی. یک چمدان پول را خودتان تنها چی خیل میگردانید؟ حمید خودت خطی ملیسه آن آمده ای؟ ملیسه گفتی؟ من خودم ملیسه هستم رفقو بی. شما پلیس هستید؟ سردارم این مورد شوخیش نمونه. همون دو طرف در شوخی خبیده همه خیلی تاب شونده سه مخکی. مراد خودش میدونه چی کار کنه. تو زیغ نشو بشه. بله رفقو بی. من پلیس. ماشینی که دیده ایستاده در آنجا ماشین سیاه و اونها در دروش پلیس ها شتگیان. شما با خوبی تسلیم شوید.
сардорам ҳамаи корҳоро труш кард. мурод бояд ин хел намекардӣ. ای خدا رفقو بی این قدر میترسی یک شوخی را کردیم چرا شوخی را نمیبرداری؟ ای رفقو من با شما گفته بودم که مجید بی اینقدر با شوخم بوده است. بله دادر جان این قدر شوخی کردی که مرا از هیجان کفاندی. ده بله بله سردارم این دیوانه است، به خدا که دیوانه است. یک آدم را میگیریاند یا میخنداند. این مراد است من با او باورگی داشتم و دارم. قریب که دیلم را کفانی مجید به دیگر این خیل نکو دیگر التماس این خیل نکو دلم میزند. تمام دیگر تکرار نمیکنم. Юта, برای چیکار زیسته باشن؟ میگم برام ای پیش خبرشو بگیرم. میرم. تفسون که شوکت красавчик از میرم میفهمم. سلام علیکم هی برادر. من شوکت. سمان بسیار خوش شدم. شوکت بیا دستک بگیریم خب بابا. خوش اومدی. چی حیرانی نگاه کردید؟ برنگ روی من نگم چی شده است ها؟ برنگ روی من؟ ای برادر یک شامپان بیار. برادرم شوکت رفته یک سخن کنیم نه؟ شوکت بای میرویم. بله نجیب بی روز خوش باشد حاضر من گشته می آیم. چیگه باشد در اینجا؟ من نمیدونم من چیگه است فهمیدن در کار چیگه بشید دیولماز؟ نمیتونم سردارم در اینجا چی پیشید که هیچ نفهمیم. تو کجا پای داشتی اینجا آمدی؟ من کجا پای داشتم اینجا آمدم. چیکار داری؟ یه طرف بس مجیزش که چی دروغ میگوی؟ چی مجبور ندی؟ خب یکم خبر هست؟ نه سردارم حاضرم. خب پس قبل پس بخون مدایجی کارتن کلاس نگمارم مدایجی یکتا اپراسیه گذران لیستم وابشه گپ نزن. آخه میگفتی من ترا کارتن کلاس تو نمیفهمیگم گپ. سردارم دک جوی هستن نیمی گپ میشنوی نیمی گپ نمیشنوی. نمیدونم که کالتا کوتاهی گپ میگن تموم. بخوای شروع کن بفهمیم که همه گپشون آخی. تسیه را از اینجا گم کن. خوب شده است کمیسرم خوب شده است حاضر میروم. بخشیش التماس من رو ببخشید یک بار دیگر بخشیش. دفع شو دفع میشوم سردارم. تسی برو